حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. سلام علیکم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم سریع خدمت شما با همه بینندگان عزیز و محترمتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. صدای منو دارین آقای انصاری؟ بله، صدا شما داره پخش میشه برادر گرامی، بفرمایید. خیلی خوشحالیم که حقیقتش من اهل سنت موحد هستم، از تهران تماس میگیرم. امین هستم. زنده باشید برادر عزیز. از کنم خدمت شما که واقعا این چهار شبکه توحیدی که افتتاح شدن یا تشکیل شدن صد محکمی هستن در برابر بدعات، خرافات و شرکیات اهل تشیع که متاسفانه امروز در جامعه ایرانی خصوصا رواج پیدا کرده و دارن همینا رو در بقیه کشورهای منطقه سعی میکنن رواج بدن. درست. من سال 86 بود اگه اشتباه نکنم. اینو میخوام به همه بینندگان محترمتون بگم، به کسایی که اهل تحقیق هستن. من چون تو جامعه تشیع بزرگ شدم و تو جامعه تشیع درس خونده بودم، واقعا یه جورای حل فرهنگ تشیع و حل اعتقادات تشیع شده بودم. به خاطر همین اطلاعات چندانی از عقاید اهل سنت نداشتم، یعنی دقیقا تا سال 85 و 86 و اینکه اهل سنت بودم یا سنی بودم، اما خب با اون اعتقادات کلی و واقعی اهل سنت اصلا هیچ اطلاعی نداشتم. بله. اتفاقی که سال 86 تو زندگی من افتاد این بود که خب تو جامعه یزد داشتم زندگی میکردم و اونجا مشغول به کار بودم. به خاطر همین خیلی از دوستان تشیع من سعی میکردن که من به تشیع گرایش پیدا بکنم و تشیع حسینی یا علوی به قول اونا بشم. درست. که سعی میکردن به قول معروف منو هدایت بکنن. درست. اما خب برای من سخت بود پذیرفتن یک همچین اعتقادی. با وجود این که اعتقادی هم به حساب شناختی از اعتقادات اهل سنت هم به اون شکل نداشتم. به خاطر همین نتونستم این قضیه رو بپذیرم و سعی کردم تحقیق بکنم. جالب‌تر از همه این که اونا سعی کردن کتاب‌های مختلف در اختیار من بذارن، موضوعات اختلافی رو اونجوری که شایسته بود به قول اونا به من معرفی بکنن، خصوصا درباره خلافت، امامت، درباره همه این چیزا. یعنی دقیقاً اون دفاتری که در سال 86 من همه اون سوالاتی رو که حساب علمای تشیع برای من تحقیق کرده بودم و من اونا تحقیق کرده بودم از دیدگاه اهل تشیع، از دیدگاه کتاب‌های معتبرشون، همه اینا رو یادداشت کردم تو دفاتر خودم و همین باعث شد که من تصمیم بگیرم بیام زاهدان و واقعا تحقیق بکنم در این زمینه، ببینم که کدوم دین هست، چون ما باید واقعا اون راه واقعی و راه حقیقت رو پیدا بکنیم. بله. بعد از کنم خدمت شما زمانی که اومدم زاهدان با علمای اهل سنت از کنم خدمت شما روبرو شدم، یکی از علمای اهل سنت خیلی حرف خوب و مهم زد که همین حرف ایشون با زندگی من کلا متحول بشه و از اون مسیری که توش قرار داشتم کلا حقیقتش برگرده به اون سمتی که امروز خدا شکر هستم و خیلی خدا رو شاکرم به خاطر این قضیه. الحمدلله. چیزی که این عالم سنی گفت به من این بود که به من گفتن که شما هیچ نیازی نیست بخواید عقاید اهل تو کتاب‌های دیگه بگردید یا عقاید اهل تشیع رو تو کتاب‌های بقیه کتاب‌ها جستجو کنید. شما برین اول قرآن کریم رو بخونید. اگر عربیشو بلد نیستین ترجمه فارسیشو بگیرین، حتی مترجمین خود تشیع، دکتر الهی قمشه‌ای، آقای فولادوان و چندین دیگه. و منم دقیقاً اومدم همین کارو کردم آقای انصاری.
الله اکبر. من اینو خواهش میکنم از جامعه اهل تشیع، همه شیعه های عزیزی که الان دارن صدای منو میشنون و همه اهل سنتی که دارن صدای منو میشنون. به خاطر همین نمیدونم آقای انصاری من وقت شما رو گرفتم یا نه؟ نه خواهش میکنم بفرمایید. صحبت‌های شما واقعا شیرینه. این تجاربتون باید بیننده ها استفاده بکنن، خاصا کسایی که گرفتار این خزعبلات آخونده هستن. بله آقای انصاری، به خاطر همین من به قرآن کریم رجوع کردم و سعی کردم ترجمه قرآن کریم رو، با این که به حساب اون زمان من اصلا عربی نمیتونستم بخونم، به خاطر همین ترجمه قرآن کریم رو از اول شروع کردم خوندم. سبحان الله، چیزی که در قرآن بهش من رسیدم در هیچ کتابی بهش نرسیدم و چیزی که در قرآن یافتم من در هیچ کتابی دیگه نیافتم. آقای انصاری من میخوام اینو بگم، برای ما سبحان الله فقط همین سوره حمدی که خداوند در همه رکعات نماز واجب کرده برای ما کافی بود. بله. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید در سوره حمد خصوصا مالک یوم الدین، یعنی پادشاه روز جزا، قاضی روز حساب کتاب فقط من هستم، نه حضرت علی، نه حضرت ابوبکر، نه حضرت عمر، نه امام حسن، نه امام حسین، هیچ که اون روز تصمیم گیرنده نیست. اون روز فقط خداوند میگه من میتونم تصمیم بگیرم، اون روز فقط من حساب و کتاب میکنم، نه علی کاری هست، نه امام حسین کاری هست، نه حضرت ابوبکر کاری هست، نه حضرت عمر کاری هست. و به خاطر همین میفرماید پس اون روز ای بندگان من، کسی که کاری نیست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس مستقیم منو بپرستید و مستقیم از من استعانت بخواهید، مستقیم از من کمک بخواهید. درست. به قدری سوره و این آیات مهم هستن که خدا به نظر عقیده خود من، به نظر خود من به خاطر همین خداوند اینو واجب کرده در هر رکعت نماز برای ما. این واجب نیست فقط به خاطر اینکه ما در هر رکعت اینو بخونیم، بلکه در اون چیزی که در این سوره اومده خداوند اونا رو به ما میخواد در هر رکعت در روز 5 بعد نماز که میخونیم اونا رو به ما گوشزد کنه تا ما از مسیر توحید خارج نشیم. درست، کاملا درست میفرمایید. بعد عرض کنم خدمت شما، من زمانی که کتاب‌های تشیع رو داشتم می‌خوندم و اون سوالاتی که شبهاتی که به وجود اومده بود در ذهن من یادداشت کرده بودم، سبحان الله اینا هیچ گونه پشتوانه قرآنی نداشت، به هیچ گونه پشتوانه علمی و عقلی هم برای من نداشت، یعنی اینا نمیتونست منو ارضا بکنه. به خاطر همین زمانی که اومدم کتاب‌های تسنن رو من بررسی کردم، کتاب صحیح بخاری رو بررسی کردم، عرض کنم کتاب‌های نبی رحمت و سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، زندگی نامه خلفای راشدین رو، کتاب شیخین و سحرین رو، سبحان الله هر موردی که هر حدیثی و یا هر موضوعی که در کتاب‌های اهل سنت اومده بود بزرگترین پشتوانش قرآن بود و همین باعث شد که من این تفاوت رو احساس کنم و ببینم که از زمین تا آسمان هست. درست. و از اونجا بود که خداوند متعال به من این توفیق داد که بیشتر به قرآن مراجعه کردم، بیشتر وقت گذاشتم برای فهمیدن قرآن و اینکه خداوند در قرآن در سوره قمر چند بار میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. واقعا به این ایمان قلبی پیدا کردن که این قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین و امروز خدا رو شکر به برکت همین ارجاع و به خاطر همین رجوعی که من به قرآن کردم خداوند متعال به من توفیق داد که من 14-15 جز از قرآن مجید رو حفظ کنم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. و من اینجا یک شعر و جالب این که آقای انصاری من زندگی نامه شاعران بزرگ ایران زمین، سعدی، حافظ، مولوی، عطار، همه اینا رو بررسی کردم. همه بزرگان ایران همه اهل سنت بودن، خصوصا از شعرهای اینا معروف هست و من الان یه شعری از عطار نیشابوری در دست دارم که دوست دارم اینو برای بینندگان عزیز بخونم که بدونن چقدر این بزرگان واقعا همه توحیدی بودن و همه اهل سنت بودن و همین دلیل بر حقانیت اهل سنت هست. اگه اجازه بدید من این شعر بخونم و از حضور شما مرخص. بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید. گر علی بود و اگر صدیق بود، جان هر یک ورقه تحقیق بود، چون به سوی غار میشد مصطفی، خفت آن شب بر فراشش مرتضی، کرد جان خیشتن حیدر نثار، تا بماند جان آن صدر کبار، پیش یار غار صدیق جهان، هم برای جان او باخت
هم برای جان او در باخت جان. هر دو جان بازان راه او شدند، جان فشانان در پناه او شدند. تو تعصب کن که ایشان مردوار، هر دو جان کردن بر جانان نثار. گر تو هستی مرد این یا مرد آن، کو تو را یا درد این یا درد آن. همچو ایشان جان فشانی پیشه گیر، یا خموش و ترک این اندیشه گیر. تو علی دانی و بوبکر ای پسر، بس خدای عقل و جانی بیخبر. تو رها کن سر به مهر این واقعه، مرد حق شو روز و شب چون رابعه. او نه یک زن بود، او 100 مرد بود، از قدم تا فرق عین درد بود. بود دایم غرق نور حق شده، از فضولی رسته مستغرق شده. من اینو تقدیم میکنم به همه کسانی که سعی میکنن محققانه و برای اینکه بتونن مسیر زندگی خودشون رو پیدا کنن، تا برای اون چیزی که روز قیامت در بارگاه خداوند متعال حاضر میخواهند بشن، حتما اون روز هیچ حجتی رو خداوند نمیتونه از ما بپذیره، هیچ سوالی رو نمیتونه، هیچ توجیهی رو نمیپذیره. خداوند با هیچ انسانی تا زمانی که اتمام حجت نکنه مرگ بهش نخواهد داد. تا روز قیامت این انسان نگه که خداوند چون راه حق و باطل رو به من نشون دادی، به خاطر همین من مستحق این عذاب نیستم. خداوند قبل از مرگ با همه انسان، من عقیده دارم قبل از مرگ با همه انسان ها اتمام حجت خواهد کرد تا اینا هیچ بهانه‌ای برای روز قیامت نداشته باشند. من خواهش میکنم از همه بینندگانی که الان صدای منو میشنوند حتما به قرآن کریم رجوع کنن تا انشالله راه عقیده رو پیدا کنن. ببخشید آقای انصاری. جزاکم الله خیر. خوشحال شدم برادر عزیز. الله متعال شما را حفظ بکنه. تشکر از تماس شما. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا.